کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم. نویسنده پونه مقیمی. فصل اول. نگاهی به مفهوم زندگی و واقعیت‌های آن. در نهایت آرامش، بی توجه به آنچه هستیم و یا آنچه که فکر می‌کنیم هستیم، پیش می‌رود. همیشه همین بوده است و همین گونه هم خواهد بود. زندگی بی تفاوت ترین جریانی است که در حال تجربهش هستیم. بی تفاوت به حال ما و موقعیت ما پیش می رود. زندگی تمام آن چیزی است که نمرده است. زندگی در مقابل مرگ و نیستی قرار می گیرد و اشاره به هستی ممتد دارد که همچنان زندگی را تجربه می کند. زندگی جریانی است که همراه با ما زاده می شود و روزی که می میریم ما را ترک خواهد کرد. این جریان از همان ابتدا باعث رشد ما می شود. تا سن بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روانی ما کمک می کند و پس از آن رشد تنها در بعد روان می تواند ادامه پیدا کند. البته اگر با این رشد همراه شویم و از تجربه پنهان این رشد نترسیم. زندگی شبیه جریانی مستقل از ما است که انتخاب می کنیم به آن وصل شویم یا مدام در حال انکارش باشیم. در نهایت زندگی در درون و بیرون از ما فارغ از تمام برداشت‌ها و رفتارهایمان به جریان خود ادامه می‌دهد. هر کدام از ما به نوعی رابطه‌ای با جریان زندگی داریم و این رابطه سرمنشأ ارتباط‌های ما با خودمان و دیگران است. برای درک هرچه بیشتر رابطه‌هایمان باید از دل عمیق‌ترین و بعضاً سخت‌ترین واقعیت‌های زندگی گذر کنیم. پذیرش و فهم حقایقی که در مورد جریان زندگی وجود دارد، قطعاً جهانبینی ما را نسبت به آدم‌ها و روابطمان تغییر می‌دهد. در این فصل در مورد واقعیت‌هایی صحبت می‌کنیم که پذیرش آنها می‌تواند روند رشد روانی ما را سرعت ببخشد و آگاهی ما را بیشتر کند. واقعیت‌هایی در مورد زندگی. دنیا مکانی ناامید کننده برای کودکان است. در دنیای کودک همه چیز شبیه یک آرزوست و هر چه آرزو کند باید برآورده شود. پس منتظر می شود تا شخصی آرزویش را برآورده کند. او به معجزه و دست‌های پنهان اعتقاد دارد و از همه کس و همه چیز انتظار دارد. کودک می نوازد و دنیا باید برقصد. دنیای واقعی هیچ وقت شبیه تصویری که کودک توقع دارد نیست. دنیای واقعی نمی رقصد، نه به ساز ما نه به ساز خودش. دنیا می گذرد، هر لحظه و هر ثانیه. دنیا برای لحظه‌ای هم توقف ندارد. بهتر است اگر بیش از 20 سال سن داریم سریعتر بزرگسالیمان را ببینیم و وارد دنیای واقعی شویم. بهتر است نقش کودک بودن و انتظارهای کودکانه را سریعتر کنار بگذاریم. چون این نقش مدت هاست که ما را زخمی کرده و حواسمان نیست. کودک بودن زمانی که کودک هستیم شبیه یک زره محافظ عمل می کند. این زره آرام آرام ما را با دنیای واقعی آشنا می کند. دنیایی که خیلی دلپذیر و ارضا کننده برای کودک نیست. پس وقتی بزرگتر می شویم و آماده دیدن دنیای واقعی، این زره را باید از سم درآوریم. دوران کودکی تمام می شود. فرد آماده می شود که پا به دنیای بزرگسالان بگذارد و هرچه بیشتر این زره را به تن داشته باشد، بیشتر آسیب می بیند. زره‌ای که قبل‌ترها به ما کمک می کرد تا با دردهایی روبرو شویم و با دنیای واقعی کنار بیاییم، حالا خود درد دیگری شده است. زرهی تنگ، کوچک و غیر منطقی که لحظه‌ای نمی‌تواند بدون آسیب به ما در کنارمان باقی بماند. ماندن در نقش کودک همیشه ما را ناامید می‌کند. آدم‌ها وقتی قرار نیست کنار ما باقی بمانند خیلی سیاه و بد به نظر می‌رسند. خشم‌هایمان به صورت غیر منطقی زیادتر می‌شوند. چون در دنیای واقعی اتفاقاتی می‌افتد که کودک نمی‌تواند درکشان کند، در نتیجه عصبانی و کلافه می‌شود. در نقش کودک بودن مدام ما را به این سوال می‌رساند: آخه چرا؟ چرا من؟ چرایی وجود ندارد؟ در دنیای بزرگسالان فرصتی برای غر زدن وجود ندارد.
در دنیای بزرگسالان قرار نیست همه خوب و دوست داشتنی باشن و قرار نیست از هر کس و موقعیتی که شبیه به ما نیست متنفر شویم. در دنیای بزرگسالان سیاه و سفیدی وجود ندارد. هیچ چیز مطلق نیست. همه چیز ممکن است روی دهد و قرار نیست شبیه فیلم‌های قدیمی آدم‌های بد شکل خاصی داشته باشند. در دنیای واقعی مفاهیم نمی‌تواند مطلق باشد. درست چیست؟ غلط چیست؟ بد چیست؟ خوب چیست؟ در این دنیا باید تلاش کنیم. باید پای تصمیم‌هایی که گرفته‌ایم بایستیم و هر روز با شگفتی‌هایی که دنیا به ما نشان می‌دهد همراه شویم. در این تلاش‌های پیچیده احساس زندگی در جریان است. برای یک بزرگسال مدت هاست که نجات دهنده در گور خفته. بهتر است اجازه دهیم فعلا خفته باشد تا برویم و بدون رویا و توهم دنیا را کشف کنیم. وقتی ما نگاهی کودکانه به زندگی داشته باشیم، رنجیده می‌شویم و ساده انگارانه با دنیا برخورد می‌کنیم، در صورتی که پذیرش زندگی به نگاهی بالغ، پخته و عمیق احتیاج دارد. درد و رنج بخشی از زندگی است. رنج از 3 جهت ما را تهدید می‌کند. از طریق جسم که می‌دانیم از دستش می‌دهیم و روزی نابود می‌شود، از طریق جهان بیرون که می‌دانیم نیرویی از خارج از کنترل ما و غیر قابل پیش‌بینی و این موضوع ما را به شدت می‌ترساند، و از طریق روابط ما با دیگران. این رنج شاید بزرگترین و سخت‌ترین نوع رنج باشد. ما آدم‌های تبدیل کردن دردها به رنج‌هایی چند ساله ایم. این جمله که انسان‌ها رنج می‌دهند و زندگی رنج است، جمله دقیق و منطبق با واقعیت نیست. حقیقت این است که ما درد را حس می‌کنیم. زندگی می‌تواند دردآور باشد، اما رنج نتیجه فرار ما از حس کردن درد است. درد دقیقاً آن چیزی است که مخالف میل ما باشد. میل به داشتن چیزی که نمی‌توانیم داشته باشیم. مثلا ما میل داریم که همه آدم‌ها با ما خوب باشند و از ما خوششان بیاید و این اتفاق نمی‌افتد و این دردناک است. ما میل داریم که جوان بمانیم، اما این همیشگی نیست. یا میل داریم که تنها نباشیم، ولی اکنون تنهاییم. در واقع چیزی که میل ما نباشد درد است. چیزی که اکنون می‌خواهیم ولی دنیا آنطور که ما دوست داریم پاسخ نمی‌دهد دردناک است و اسم این مواجهه با واقعیت و تعارضش با میل ما درد نام دارد. و ما همیشه در معرض این درد هستیم. اما روشی که ما به درد پاسخ می‌دهیم همیشه درست نیست. ما گاهی درد را به رنج عمیق و طولانی تبدیل می‌کنیم و از حس کردن دوباره زندگی فاصله می‌گیریم و فکر می‌کنیم زندگی چیزی جز رنج کشیدن نیست. شخصی که رابطه‌اش تمام شده است درد را حس می‌کند، اما می‌تواند تصمیم بگیرد و آن را به رنج بی‌پایان تبدیل کند. و عجیب است که انگار در رنج بودن برای ما آشناتر است. رنج‌ها در واقع روش‌های شخصی هستند که بتوانیم برای خودمان وقت بخریم که از واقعیتی دردناک دور باشیم. پس رنج چیزی جز فرار ما از رویارویی با دردی که به آن مبتلا هستیم نیست. فردی که چندین رابطه به زعم خود عاشقانه را پیش می‌برد، خود را در رنج عمیق قرار می‌دهد، چون نمی‌خواهد با این درد روبرو شود که چقدر از صمیمیت درست می‌ترسد یا چقدر در مقابل نگفتن ناتوان است و یا چقدر منفعلانه تن به رابطه‌هایی می‌دهد که پایدار نیستند. تمام شدن‌ها دردناک هستند و دیدن حقیقت‌ها در خودمان هم دردناک است. مثلا اندوهگین شدن در مقابل هر نوع از دست دادنی درد است. اندوه را حس کردن دردناک است، اما اندوه را زندگانی کردن و حس کردنش را به تعویق انداختن رنج است. و این به تعویق انداختن برای هر فرد روشی شخصی و متفاوت دارد. تنها یک راه ما را در زندگی به جلو میبرد: پذیرش درد و رد شدن از آن. در واقع پس از فهم احساسهایمان است که التیام از درون شروع می شود و صبح روز بعد ما دلایل دیگری پیدا خواهیم کرد که به زندگی بار دیگر اطمینان کنیم و وارد جریان آن شویم. تنهایی بخشی از زندگی است.
تنهایی شبیه انسانی نامرئی است که در کنار ما و شانه به شانه ما همراهمان می آید. شبیه فردی است که همیشه حضور دارد اما دیده نمی شود. حس می شود اما همیشه پررنگ نیست. هست اما ترجیح می دهیم که فکر کنیم نیست. تنهایی بخشی از ماست، بخشی از وجود ما که با آن به دنیا آمده ایم. فرار ما از تنهایی شبیه فرار از خودمان است. شبیه به این است که می‌خواهیم بخشی از بدنمان را نپذیریم چون دیدن و لمس کردن و حس کردنش دردآور است. فقط کافی است روزی مجبور شویم با آن بخش دردآور مواجه شویم. آن روز غمگینی خواهد بود، اما پس از آن پذیرش شروع می شود و زمانی که درد را پذیرفتیم، درد شبیه به جریانی بیدار کننده در ما می چرخد و از بدنمان بیرون می رود و ما تغییر را حس خواهیم کرد. زندگی با ما همین کار را خواهد کرد. زندگی گاهی ما را در تجربه هایی قرار می دهد که مجبور می شویم تا حدودی با آن بخش نامرئی ارتباط برقرار کنیم و زمانی که تنهایی را به عنوان بخشی از خودمان حس کنیم، شفا شروع می شود. شفا در لغت به معنای تندرستی و بهبود از مرض است. شاید مرض تمام آن رفتارهایی است که ما را از پذیرش و رها کردن دور می کند. ما هر از گاهی احتیاج داریم که با اتفاقهایی برخورد کنیم تا به آدمی توجه کنیم که در کنار ما ایستاده و مدام می‌خواهیم انکارش کنیم و زندگی بسیار زیبا ما را در معرض تجربه ها قرار می‌دهد. تجربه های مملو از روبرو شدن با تنهایی. زندگی راه دیگری ندارد که مرض را از ما دور کند و ما راه دیگری برای روبرو شدن با درد نداریم. اجبارها و اتفاقها ما را آرام آرام با تنهایی رو در رو می کنند و فقط کافی است کمی صبورتر از قبل با این بخش نامرئی ارتباط برقرار کنیم. زمانی که با تنهاییمان دوست شویم، در میابیم نوع ارتباط برقرار کردنمان با آدمها تغییر می کند. وقتی از تنهاییمان فرار نمی کنیم، دیگر نیاز نداریم به آدمها پناه ببریم. حالا رابطه هایمان رنگ و بوی نیاز و خواهش ندارد. طعم ترس از دست دادن ندارد و قرار نیست آدم‌ها شبیه توقع‌ها و آرزوهای ما شوند. حالا آدم‌ها را می‌بینیم، تنهایی آدم‌ها را هم می‌بینیم و دست در دست تنهایی خودمان در کنار دنیای زیبای آدم‌های دیگر قدم می‌زنیم و هر از گاهی به خودمان افتخار می‌کنیم که جایی در مسیر زندگیمان تنهاییمان را دیدیم و طردش نکردیم. بدن ما برای همین زندگی طراحی شده است. کم تجربه تر که هستیم، فکر می‌کنیم آرزوها و هیجان‌هایمان بالهای نامرئی هستند که به ما کمک می‌کنند پرواز کنیم، که اوج بگیریم و از دردها و ناهمواری‌های زندگی رد شویم. گاهی آرزوهایمان به ما قدرت پرواز می‌دهند و گاهی عاشق شدن‌های یواشکی. کمی که زندگی به پیش می رود، انگار برای پرواز به چیزی بیشتر از آرزوها و هیجانهای ما نیاز داریم. ما انتظار داریم کسی باشد، چیزی و یا نیروی فراتر از ما تا به ما پرواز را بیاموزد. پرواز از فراز دردها و رنجها. حقیقت این است که قصه پرواز یک قصه قدیمی شکست خورده است. پرواز هیچگاه برای ما نبوده و نخواهد بود. پرواز داستان پرندگان است. ما آدم‌هایی هستیم که بر روی پاهایمان راه می‌رویم و دنیا را با دست‌هایمان لمس می‌کنیم. داستان ما دیدن و حس کردن و لمس کردن است. با همین بدن و همین ذهن. ما همه چیز را سریع می‌خواهیم. به همین علت مشتاق بالدار شدن هستیم تا سریع‌تر گذر کنیم. پرواز از موقعیتی که سخت است، از رابطه‌ای که به بنبست رسیده و از دردی که اکنون در زندگیمان به وجود اومده. ما سریع‌ترین ها را اختراع می‌کنیم تا رد شویم و فقط به مقصد برسیم. سریع‌ترین اتومبیل، سریع‌ترین هواپیما، سریع‌ترین اینترنت و سریع‌ترین راه به دست آوردن. حقیقت این است که هیچ پروازی به ما کمک نخواهد کرد که دردهایمان کمتر شود. ما باید با پاهایمان، با چشمهایمان و با دستهایمان هر آنچه هست را تجربه کنیم. عشق است یا درد، مهر است یا رنج.
فقط با همین بدنی که در اختیارمان است می توانیم از دردها رد شویم. برای گذر از هر شرایطی لمس آن شرایط اولین قدم است. اگر گذر کردن را یاد بگیریم، آرام آرام متوجه می شویم به پرواز احتیاج نداریم. تمام آنچه نیاز داریم یک نزدیکی عمیق است. نزدیکی به بدنمان و درونمان. وقتی به درونمان نزدیک شویم، از پرواز بی نیاز می شویم. با بدنی که هنوز زنده است و اکنونی که در اختیار ماست، گذر خواهیم کرد. آرام باشیم و صبور. ما برای همین دنیا طراحی شده ایم. به پرواز هیچ نیازی نیست. از دست دادن جزئی از جریان زندگی است. از دست دادن فرصت‌ها جزء جدایی ناپذیر زندگی ماست. نمی‌توان با این موضوع مبارزه کرد و حسرت خوردن تنها واقعیت را از ما دور می‌کند. حسرت دردی را از ما دور می‌کند که باید درکش کنیم و اجازه دهیم که از بدنمان عبور کند. ما به زندگیمان برسیم و تا آن فرصت هم کارش تمام شود و برود و جزئی از گذشته‌ای شود که قرار نیست مدام با حسرتی داغ شود. به هر حال فلسفه زندگی هر چه که باشد گویی با از دست دادن دائمی عجین است که راه فراری از آن نیست و قطعاً این از دست دادنها آسان نیست، اما آن قطعها غیر قابل تحمل هم نیست. ما از دست می دهیم، پدر مادرهای ما هم فرصتهای زیادی را از دست دادند. قرار است کودکان ما هم از دست بدهند. برای دست کشیدن و رها کردن موقعیت و یا شخصی باید اول از دست دادن را به نوعی تجربه کنیم. یعنی باید از دست دادن را حس کنیم و برای این حس کردن باید بتوانیم واقعیت‌های دنیا را آنگونه که هستند ببینیم. ما برای هر به دست آوردنی چیزی را از دست می دهیم. برای به دست آوردن خانه بزرگتر احتمالاً باید بیشتر کار کنیم و آزادی و راحتی گذشته را از دست می دهیم. برای دیدن ازدواج فرزندانمان بودن آنها را در خانه از دست می دهیم. برای داشتن موی کوتاه لذت بافتن موی بلند را از دست می دهیم. به هر حال در هر به دست آوردنی نوعی از دست دادن وجود دارد و این حقیقت است که برای به دست آوردن یک رابطه یا یک موقعیت دیگر باید رابطه قبلی و موقعیت قبلی خود را از دست بدهیم. اینجاست که از دست دادنها شبیه راه‌های نجات دهنده در زندگیمان ظاهر می شوند. ما می توانیم یا به این راه‌ها اعتماد کنیم و آنچه را که مدت‌ها قبل از دست داده‌ایم رها کنیم و به استقبال تجربه‌های جدیدتر برویم و یا همچنان به از دست داده‌هایمان بچسبیم و هر روز بیشتر احساس درماندگی کنیم. در نهایت انتخاب با ماست. زندگی مملو از ناکامی است. ناکام ماندن ما در به دست آوردن بعضی هدف‌ها اتفاقی دردناک و اجتناب ناپذیر است. ما نمی‌توانیم در به دست آوردن تمام اهدافمان کامیاب و موفق باشیم. امتحانی که فکر می‌کردیم قبول می‌شویم اما نشدیم. کودکی که فکر می‌کردیم به دنیا می‌آید اما نیامده است. درسی که فکر می‌کردیم تمام می‌شود اما نشده است. مدرکی که می‌خواستیم، خانه‌ای که در انتظارش بودیم، همسری که می‌خواستیم با او زندگی کنیم، اما ناکام شدن‌ها اضطراب‌زا است. این را همه ما حس کرده ایم و می‌دانیم، اما گاهی واکنش ما به این ناکام شدن‌ها بسیار افراطی و کودکانه است. حقیقت این است که هر کسی در زندگی شخصیش به نوعی ناکامی را حس می‌کند. یکی با از دست دادن سرمایه‌اش، دیگری شاید با نرسیدن به آدم مورد علاقه‌اش. زندگی پر از ناکامی‌هایی است که موقت هستند و در مقابل همین زندگی پر از فرصت‌هایی است که هدف‌های دیگری را سر راه ما قرار می‌دهد که آنها هم موقت هستند. بهتر است زمان زیادی را با سوگواری برای ناکامی‌هایمان هدر ندهیم، چون ناکامی به اندازه کافی ما را مضطرب می‌کند، اما سالها تلاش برای فرار از احساس دردناک ناکامی‌هایمان ما را بیشتر و بیشتر مضطرب و خسته خواهد کرد. جایی باید پرونده‌های نیمه بسته را کامل ببندیم تا عذابش کمتر شود. شبیه خداحافظی با آرزویی است که خیلی وقت از تاریخ انقضاضش گذشته است. یک خداحافظی سخت اما پایان دهنده. پایان دهنده به هدف قدیمی و اضطرابی قدیمی تر.
با هر خداحافظی ما آماده سلام‌های بعدی می‌شویم. با هر خداحافظی و قبول اینکه ماجرا تموم شده، ما به شروع دیگری نزدیک می‌شویم. ما در ابتدای هر هدف جدیدی مضطرب می‌شویم، اما این اضطراب هیجان انگیز کجا و آن اضطراب فرساینده کجا؟ زندگی نداشته‌های زیادی دارد. اگر یک بار برای نداشته‌هایمان سوگواری کنیم، حالمان بهتر می‌شود و دیگر هر روز و هر شب با حسرتی بزرگ به جا خالی‌های زندگیمان چشم نمی‌دوزیم و سری تکان نمی‌دهیم. در تمام زندگی‌ها جاهای خالی بزرگی وجود دارد که دیگر قرار نیست پر شوند، یا می‌توانیم مدام چشم بدوزیم و حسرت بخوریم یا سوگواری کنیم و با این درد کنار بیاییم. نداشته‌های زندگی هر فرد بسیار دردناک و غمگین کننده است. یکی محبت پدر را ندارد، یکی خانه ندارد، یکی دست ندارد و دیگری. برای بعضی از نداشته‌ها نباید تلاش کرد. باید فقط کنار اومد و اجازه داد جریان زندگی کارش را انجام دهد و جلو برود. مثل کسی میماند که سالهاست قبول نمی‌کند پایش قطع شده. به هر حال یا روزی قبول می‌کند یا همیشه در حسرت پایش باقی می‌ماند. اینکه آدم‌ها کدام گزینه را انتخاب کنند به توانایی درونی آنها برمیگردد. آنهایی که با نداشته‌های بزرگی کنار آمدند معمولاً همانهایی هستند که در سخت‌ترین تجربه‌ها طاقت آوردند و جلو رفتند. نداشته‌ها خودشان به اندازه کافی دردناک هستند. لازم نیست آنها را به رنج‌های سمج تبدیل کنیم. مبارزه ما با پذیرش نداشته‌هایمان آنها را به رنج‌های بسیار عمیق تبدیل می‌کند. نداشتن پا دردناک است. قبل اینکه پا نداریم بسیار دردناکتر است، اما کشنده نیست. هزاران آدم پا ندارند و زندگی می‌کنند. هزاران آدم پدر مادر ندارند و زندگی می‌کنند. هزاران آدم طرد شدند و زندگی را ادامه دادند. هزاران آدم شکست خوردند و جلو رفتند. دردهای نداشته‌هایمان را تبدیل به رنج‌های ماندگار نکنیم. بدون خیلی از نداشته‌ها می‌توانیم زنده بمانیم و زندگی کنیم. تاریخ پر است از آدم‌هایی که هیچ نداشتند اما تصمیم گرفتن ادامه دهند. زندگی بسیار انعطاف پذیر است. بعد از دست دادن‌هایمان، فرایند انطباق پذیری ما با شرایط جدید شروع می‌شود. انطباق پذیری فرایندی عجیب است. دردآور اما کمک کننده است. ما کم کم عادت می‌کنیم که ضعف‌ها را ببینیم و حرکت کنیم. آدم‌ها را از دست بدهیم و حرکت کنیم. ما عادت می‌کنیم که برای حرکت به جلو راهی پیدا کنیم و این زمانی اتفاق می‌افتد که شرایط را بپذیریم و اجازه دهیم زندگی در درونمان به جریان خودش ادامه دهد. حتی اگر زندگی در بیرون از ما شبیه آن چیزی نیست که ما می‌خواستیم. همیشه زندگی با آن چیزی که ما می‌خواهیم منطبق نیست. این جزئی از واقعیت‌های تلخ زندگی است. اما ما قدرتی داریم که به ما کمک می‌کند با تفاوت بین چیزی که می‌خواهیم و چیزی که واقعاً وجود دارد کنار بیاییم. این قدرت هر چه که هست و هر اسمی که دارد ما را برای انطباق پذیری با شرایط جدید آماده می‌کند. به همین علت است که حتی در سخت‌ترین و آشوبناک‌ترین شرایط هم زندگی جریان دارد. زندگی جریان دارد چون انطباق پیدا می‌کند و راه دیگری برای بقا می‌یابد. برای اینکه منطبق شویم باید واقعیت شرایط را بپذیریم و برای اینکه واقعیت را درک کنیم باید تمرین پذیرش کنیم. چقدر گاهی از دست دادن‌ها را لازم داریم، درست و به موقع می‌آیند و در گوشمان زمزمه می‌کنند دل کندن را تمرین کن. در برابر حقایق زندگی تسلیم باید بود، اما نه بی تفاوت. زندگی قانون‌های خودش را دارد و قطعاً همه ما به نوعی با بزرگی و قدرت جریان زندگی روبرو شده ایم. قطعاً همه ما به نوعی ترس را تجربه کرده ایم، خصوصاً در شرایطی که نمی‌توانیم موقعیت را پیش‌بینی کنیم. اما همیشه یادتان باشد که ما برای همین زندگی طراحی شده ایم. زندگی که غیر قابل پیش‌بینی است و یکی از بزرگترین و بهترین و در عین حال ناخوشایندترین ویژگی‌هایش ناپایداری آن است. ما برای زندگی تکامل پیدا کرده ایم که ناپایدار است.
شاید با اهمیت ترین بخش همین است که گاهی با از دست دادن‌هایی مواجه می‌شویم که اصلاً آماده نیستیم. گاهی چنان روبروی مرگ قرار می‌گیریم که یادمان می‌رود برای چه چیزهایی نگران بوده‌ایم. چه چیزهای به ظاهر با اهمیتی. با اهمیت به این علت که ما را با توهم قدیمی روبرو می‌کند، اینکه همه چیز در کنترل ما قرار دارد. هیچ چیز در کنترل ما نیست و این مهمترین درسی است که می‌تواند چنین شرایطی آموخت. این درس حتی به رابطه‌های ما هم کمک می‌کند. اینکه بدانیم هر چه بیشتر بخواهیم کنترل کنیم، بیشتر دور خواهیم شد. دور از ارتباط قلبی با آدم‌ها و دور از حس کردن زندگی همانطور که است، نه آنطور که ما می‌خواهیم تفسیرش کنیم. گاهی باید دل سپرد به هر آنچه در کنترل ما نیست و هوشیار بود، هوشیار به این حقیقت که زندگی ناپایدار است، هم در دردها و هم در خوشی‌ها، هم در اضطراب‌ها و هم در آرامش‌های کوتاهش. زندگی ناپایدار است و همیشه همه چیز تمام خواهد شد و ما در میان موقت‌ها قرار است اعتماد کنیم. اعتماد به بدنمان و اعتماد به هوشیاریمان. با جریانی که کنترل نمی‌شود ناامیدانه برخورد نکنیم و بی‌تفاوت نباشیم. تلاشمان را بکنیم که بتوانیم در شرایط بحرانی از خودمان و عزیزانمان محافظت کنیم، اما آرام باشیم و بدانیم که اضطراب موقت است. هوشیار باشیم به بدنی که همراه ماست، همراهی که در عبور از دردها و بحرانها به ما کمک خواهد کرد. در بحرانها سعی کنید با افرادی که دوستشان دارید معاشرت کنید و با گروه از بحران رد شوید. آغوش را فراموش نکنید و هیچگاه با زندگی قهر نکنید، چون هر آنچه اتفاق می‌افتد ما را به خودمان و حقیقت‌های زندگی نزدیکتر می‌کند و هر رویارویی با حقیقت با تمام تلخی‌اش مفید است و ما را با بخش‌هایی از زندگیمان مواجه می‌کند که احتیاج به تغییر و بازنگری دارد. بخش آخر فصل اول. مکس. تسلیمم در برابر آنچه در توان من نیست و هر آنچه به ذات در توان تو هست. تسلیم در برابر قدرتی که در من نیست برای تغییر بعضی اتفاقها و تسلیم در برابر قدرتی که در تو هست برای تغییر بسیاری از موقعیت‌ها. ما هر دو صبوریم. من صبور در برابر درس‌هایی که می‌دهی و تو صبور در برابر خشم‌ها و خستگی‌هایم. ما هر دو می‌دانیم که قرار است چه بشود. من قرار است دل بدهم و دوام بیاورم و تو قرار است ادامه دهی و منتظر دیدن و فهمیدن من نشوی. ما هر دو ادامه می‌دهیم. من تا زمانی که تو اجازه می‌دهی و تو تا زمانی که خودت می‌خواهی. تسلیمم در برابر تویی که قدیمی ترین، پیرترین و با تجربه ترین جریان دنیایی. تسلیمم در برابر تویی که از هزاران سال قبل جریان داشته‌ای و تا هزاران سال بعد هم جریان خواهی داشت. تسلیم توی زندگی. از هر سمت که میروم با تو برخورد میکنم. در هر اتفاقی که قرار میگیریم تو را میبینیم. هر رابطه‌ای که شروع میشود، هر رابطه‌ای که تمام میشود، تو آنجایی. در امتداد تمام اتفاقات و تجربیات. هر لحظه حادثه‌ای است که تو را به یاد من میآورد. از هر سمت که میروم با تو برخورد میکنم. این عجیب ترین و با شکوه ترین برخورد دنیاست.